بنابراین من میگم اتفاقا به دلیل جنایات رژیم آخوندی، به دلیل اینکه رژیم آخوندی انواع و اقسام دزدی و غارت و چپاول و جنایت و خلاصه هلاک هرس و نسل رو در ایران انجام داد، اتفاقا به همین دلیل باید تلاش مشخصی صورت بگیره برای اینکه همین لبخند، همین شادی و همین نشاط به مردم برگرده. اگه خمینی خنده رو دزدید از لبای مردم، باید این رو بهشون برگردون. اگر خمینی امید رو از مردم دزدید و بهش خیانت کرد، اتفاقا باید تلاش مشخصی صورت بگیره برای بازسازی این امید. اگر به اعتماد مردم خیانت کرد، باید تلاش مشخصی صورت بگیره برای بازسازی این اعتماد. از ته دل خودم بخوام بگم، خب باشه، من طنز خیلی دوست داشتم که فردم بخوام بگم، ولی دوست داشتم بشینم تماشا بکنم، دوست داشتم یک کتاب کمدی بخونم. این که آدم به عنوان یک وظیفه برای خودش قائل بشه، ببین باید لبخند رو به لب‌های مردم آورد، اتفاقا به دلیل وجود این رژیم ما خوشبختانه از مقاومتی برخوردار هستیم که درست با ویژگی‌های 180 درجه متضاد با رژیم آخوندی جلوش وایساده. من میگم به این دلیل اتفاقا خنده از ته دل برای هر ایرانی وجود داره. اتفاقا اگر چنین روحیاتی هست، به خاطر وجود چنین مقاومتی و میدونی اگر چنین مقاومتی نبود، اتفاقا امید داشتن یه نوعی ساده لوحی بود، شاد بودن یه نوعی الک خوشی بود. چون چنین مقاومتی هست، چون چنین آینده روشنی هست، چون رژیم کابوس سرنگونی خودش رو میبینه، اون وقت همه اینا سر جای خودش میشینه و واقعیت خودش پیدا